باری دیگر درود بر شما. توجه میکنیم به سبقت‌های خیلی جالب، حساس و واقعا هم در این لحظه ها همه پزمانی به میدان برآمدن این چهره سرشناس گوشین جودو را داشتند که حالا خواجه‌زاده بهروز اندر میدان گردید و در رقابت البته نیمه نهایی اینجا هم با حریف خود مکیاستومی قوه آزمایی را شروع کرد و در مورد چگونه به این مرحله راه یافتن است البته حرف زدیم و حریفش که چهره سیومی سرشناس سیاره در گوشتین جودو محسوب می‌یابد. امروز هم خواجه‌زاده بهروز البته از زمره آن نفران محسوب می‌یابد که چی در میان کشورهای آسیای مرکزی در قاره و همچنین در سیاره آهسته آهسته موقع خویش را هم در جودو قوی می‌کند. پهلوانی شهرتیار کشور حالا باز هم در روند عملهای پارتری باز میتواند که از این حالت باز حریف را هم با سمت دیگری ناکامی برد، اما داور اشاره دارد که رقابت پهلوانان باز از مرکز میدان جریان میگیرد. و در مسابقات گران پری ازبکستان واقعا هم خواجه‌زاده بهروز با یک متانت هنری قویش چون در دور اول آزاد بود و بعدا هم این مرحله را با موفقانه پشت سر کرد و 3 غلبه را به دست آورد. خواجه‌زاده الان به سمت همان عملکرد بیشتری که توجه به اصول سرکیت دارد میل و رغبتش بیشتر است، چون که بسیاری غلبه هایش هم توسط استفاده همین اصول دلخواهش و مقبولش به دست می آیند. و در مورد حریفش البته که الان باز یک کوشش دیگری در این روند و واقعا هم هیجان، یک فرصت دیگری که باعث بحث هم خواهد شد. فکر میکنم در این لحظه ها که اندک باز هم هیجان زیاد ابتدا خواجه‌زاده و بعدا هم حریف او هم مکیاستومی خیلی از این حالت مشکل رهایی یافت. بسیار چسب و تلاش و توجه و بسیار هم حرکت های جالبی هر دو را ما مشاهده میکنیم در روند نیروسنجی نیمه نهایی اولی وزن تا 73 کیلو. مکیاستومی در این جریان باز اندکی هم عقب نشینی دارد. در این زمینه باز هم اشتباهی که باز اندکی با ترتیب قوه آزمایی پهلوان اینجا هم تاثیر رسانید، شیدا گرفت خواجه‌زاده بهروز. مکیاستومی حالا هم در مبارزه امروزه باز هم دوچند توجه کرده ایستاده است. خواجه‌زاده اندکی فعالتر شد، باز هم در سمت عملی سازی همون 3 عنصر مهمی موفقیت در حالت پارتری کمی فارغ بالی میکنند. در دقیقه های اول البته خواجه‌زاده هم چون توکل کرد برای استفاده همان اصول سر کتف، اما باز اینجا هم ببینید که آستین حریف را اندکی بهتر داشت و اینجا کنون کشال یافتن وقت در این است. این واقعا هم اشاره داور هست در این زمینه که این پرتاف دقیقی پون است و واقعا هم این ابرمرد، این پهلوان شهرتیار کشور هم در حقیقت چهره سرشناس را سرنگون کرد و از راه مبارزه